خب سلام دوستان، خوش اومدید به اولین ویدیوی چنل ساشی بلاکس. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مرساد هستم و تو چنلمون قرار ویدیوهای آموزشی راجع به روبلاکس و اسکریپت های مختلف روبلاکس استودیو، خیلی چیزا کلا هم مربوط به گیم های روبلاکس هم مربوط به بازی سازیش رو به شما یاد بدیم و امیدوارم که کارمون بگیره و شما خوشتون بیاد. و حرف دیگه این نمیمونه. ویدیو امروزمون درباره کدای بلاکس فروته که مربوط به سال 2026 میشن و یه جورای کامله دیگه. هرچی کد تا الان تو گیم اومده رو من به شما میگم چی و میتونید استفاده کنید و لذتشو ببرید. و بریم سراغ ویدیو. بریم سراغ اولین کدمون. من یه اکانت جدید زدم داخل روبلاکس که این وقتی کدا رو میزنم ببینید قراره چی بهم بده. میایم تو ستینگ، میایم تو این بخش کدا رو میزنیم و قبل زدن این کدا به کوچیک بزرگ بودنشون حتما دقت کنید که بعضی از کلماتش کپیتال هستن به نوعی، بعضی هم اسم. اولین کد کلا بزرگه SUB 2 GAMER دوباره ROBOT یه فاصله EXP1 و میدید که واسه 30 دقیقه تقریبا XP های ما رو دو برابر کرد. بریم سراغ کد دوم. کد دوم هستش J بزرگ C بزرگ، اونم کلا بزرگه WK و همینجور که میبینید تقریبا یه 10 دقیقه‌ای به تایم این XP دو برابر اضافه کرد. بریم سراغ کد سوم. کد سوم هم این کوچیک بزرگ داره S بزرگ U کوچیک B کوچیک 2 DA IGR OCK و همینه دیگه. و همینطور که میبینید دوباره چند دقیقه به ما XP دو برابر اضافه کرد. بریم سراغ کد بعدی. کد بعدی اونم هستش A بزرگ X کوچیک I O R E و این هم مثل قبل XP دو برابر بهمون داد. کد بعدیمون دوباره مثل قبلی هست S بزرگ U کوچیک B کوچیک 2 O بزرگ 2 تا F I C I A L N بزرگ 2 تا O B I E و این هم دوباره XP دو برابر. و کد بعدیمون هستش K بزرگ آی بزرگ 2 تا T بکنید و ریست و این هم دوباره به ما XP دو برابر داد. کد بعدی هم دوباره ساب داره S بزرگ U کوچیک B کوچیک 2 U بزرگ N کوچیک C کوچیک L کوچیک E کوچیک K بزرگ A کوچیک. اینا هم بقیهش کلا کوچیکه Z A R U و این هم دوباره به تایم البته اینا ریفاند بهمون میده. اگه نمیدونید ریفاند چیه، وقتی شما قدرتاتون رو از اینجا میبرید بالا، مثلا قدرت دیفنس سورد گان میوه‌تونه، اینا رو میبرید بالا. وقتی حالا یه چیزی رو میخواید مثلا دیفنس رو بیشتر از سورد ببرید بالا، این ریفاند رو میزنید و دوباره میتونید امتیازدهی کنید به این آیتم. و بریم سراغ کد بعدی. دوباره ستینگ ردیم. کد بعدیمون هستش B بزرگ L کوچیک U 2 تا X Y و این هم XP دو برابر بهمون داد. کد بعدی هم S بزرگ U کوچیک B کوچیک 2 2 کوچیک
N بزرگ، دوتا O B M بزرگ A S T E R بازم کوچیک و 1 2 3 و این هم به اون دوباره XP 2 برابر داد. کد بعدیمون هم هستش E بزرگ N کوچیک و کد نه بزرگ هم داره N کوچیک Y بزرگ نشون Y U خط فاصله ایز آی و اس کوچیک دوباره خط فاصله پی بزرگ آر او و این هم دوباره XP 2 برابر بهمون میده. کد بعدی هستش تی بزرگ A N بلند کوچیک T A I و حالا یه دونه G بزرگ و کلا دوباره بازم برگشت کوچیکن A M I N G این هم دوباره XP 2 برابر بهمون داد. کد بعدی هم هستش S بزرگ T کوچیک R A W H بزرگ A T M بزرگ A I N E این هم دوباره XP 2 برابر. آقا کلا از این به بعد فقط حروفای بزرگ رو میگم، حروفای کوچیک رو دیگه چیزی نمیگم، میگم مثلا این حروف بزرگ. و اگه تا اینجای ویدیو دیدید ممنون میشم که برام کامنت بذارید، ویدیو رو لایک کنید و درخواستی از کدای سرورهای دیگه داشتید من در خدمتم که براتون انجام میدم. بریم سراغ کد بعدی. کد بعدی هستش M بزرگ A G I C B یک کوچیک U S و این هم XP 2 برابر به ما میده. و کد آخریمون هم هستش S بزرگ U B 2 و C بزرگ A P T A I N M بزرگ A U I و این هم XP 2 برابر. و این بود از کدای جدید بلاکس فروت و تقریبا تمام کداش. امیدوارم که ویدیومون خوشتون اومده باشه و تا ویدیو بعدی فعلا.